العالمین وقتی که اهل جنت وصف میکنه که جنتی ها به سوی جنت وقتی برده میشوند، یعنی گروه گروه جمع کرده میشوند، از صحرای قیامت به سوی جنت برده میشوند، ملائکه هایی که وابسته به خدمتگاری اهل جنت هستند، اون ملائکه ها میگه درهای جنت بروی اهل جنت کشاده میکنن، دو طرف از دو بری راه صف میگیرن و پیشواز اهل جنت میبرآمدن. اونها یک جمله داشتن، اونها میگفتن که سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، میفتن سلامتی ابدی برای شما نصیب باد، ابدی دیگر شما در جنت سلامت میمانه، رنج و مشقت و غم و درد در این آخرت یعنی در جنت دیگر نمیبینه، سلامتی ابدی برای شما نصیب باد. طیبتم، شما در دنیا پاکیزه بوده، سبب